از من چرا میرنجی؟ ترسیدی؟ تو که جوان هستی میترسی؟ با امید به مبارزه نداری؟ خیلی ما که مسئولیت اولادها هم داریم، پس هیچ باید از خانه نبراییم. شاید بار از من مسئولیت اولادها به دوش تو میشه. بیاز وقتی که دامادشان شوی مثل بچه کلانشان میباشی و او وقت مسئولیت های تو هم زیاد میشه. مادر جان شما گپ خودم حاکم گرفتین. ما حاضر نیستم که امرای دختر اونا که هیچ مرا نمشناسه و روسی کنم. مرا درک کن مادر جان. جان مادر، من میفهم که تو یک بچه بسیار خوب هستی. هیچ وقت کار نمیکنی که به خلاف کس باشه. بازم یک دفعه تو دختر بیبی او خواد فهمیدی که ما کار دلت کردیم، سرمه اعتبار نداری؟ مادر جان گپ اعتبار نیست. شما میفهمین که ما شما را بسیار زیاد دوست دارم و تمام زندگی مرا صلاحیتش شما دارین، اما هیچ تنها دل ما مطرح نیست. من که دختر دیدم فکر نمی کنم که گپ دلش از گپ پدرش کده با ارزش باشه. مگم بازم یک دفعه خواستگاری کرده گپ معلوم میکنیم. پدرم چطور؟ راضی است؟ او را به ما بان. مقصد از خاطری گپ بین شما کدام کشیدگی به میان نبه که 100% میآید. من خوشو برات گفتم که این کار امکان نداره. با چرا قدر شل هستی؟ بخی بچه برو دو اتاقت و چت شو. بیشی نرو. من امشب گپ فیصله میکنم. عظیم خان بسیار دوست صمیمیت بود. یک بار چه شده؟ چرا بدبین شدی؟ ما بدبینش نیستم، صرف نمیخوایم که دخترش برای بچه‌ام بگیرم. عجب، از چی وقت پدر بچه تو؟ من عشق داستیم از من چرا میرنجی؟ پیغام آشتیم از من چرا میرنجی؟ من عشق داستیم از من چرا میرنجی؟ پیغام آشتیم از من چرا میرنجی؟ ازمن چرا میرنجی؟
آرزو بخیز نخور جان، بازی روز سر تو هم میایم. ای بیخویا دو دلیا چرا خور جان؟ جناب عالی را چرا خو نمیبرم؟ آرزو من خونجگر هستم و تو ریشخندی میکنیم. او بچه رو نمیگیرم. خانگی؟ پدرم میگه که من امروز بچه رو خوب مطالعه کردم. بسیار بچه خوب است. بچه که بسیار وطن دوست است، که طرفدار خوبی است، که ای است، که او است. این صفت از رو برای من کرد که فکر میکنم وقت شیرینی منم داده باشم. شاید داده باشه؟ تو غیر از ریشخندی دیگه کار یاد نداری. بیا باران، کارا را بلد شدی؟ تشکر. این کارهای خورد و ریزه رو خب بلد شده. مگه مرا کارهای کلان و خطرناک خوشم میآید. بسیار خطرناک. نمره را غلط دایر کردی دختر جان. بشی. ما تو کار خطرناک و بزرگ ندارم که توی را به من انجام بدی. بله. آه خو بچه چک کدیش خوب پورا 100 کیلو بود. خو تیر شد از مرزم. خو آفرین. آفرین، خیر ببینی شاباس. مریم جان، چی میخوایی که برات بتم؟ چرا خوش هستن؟ میفهمی 100 کیلو مواد از مرز؟ گوش کو. اگه بخوایی که به من خیانت کنی یا جاسوسی کنی، اینجا قلبت است نه، دهی خنجر داغ تیر میکنم. در غیر از او خودت میفهمی. میفهمی 100 کیلو مواد از مرز.
بله، من دیگه خسته شدم. من دیگه ادامه دادن نمیتونم. مگه من کمرا عزت خود بازی میکنم؟ این چطور؟ تا با چی وقت؟ ها بگه نه صاحب، من این کار کده نمیتونم. با زن بیچاری از او چی گناه کده؟ شما اینجا چی میکنی؟ ما؟ باسکل بدونیم باسکل. شما نمیفهمید که رئیس میتینگ داره؟ به هیچ کس اجازه نمیدید که داخل برن. فهمیدید؟ به هیچ کس. کجا لالا جان؟ داخل اجازه نیست. همین چهرهش آشنا نیست. والا از تیپ مخ مولو نمیشه میادم. شما مرا نمیشناسین؟ یه روز 100 نفر میرم ما زودتر کدام میشه بشناسین؟ یادم آمد لالا. این هم بچه است که در مغازه که سیلی زدی. راست میگی؟ کی بود؟ من نمیشناسمش. کاکایت بسیار آدم خوب است. در خانه آرام، همراه هیچ کس کار غرض نداره. صبح که دفتر میره، شام پس از دفتر به خانه میره. نصیر خو یک فرشته است. خاله جان، نصیر از زن اول کاکایم است. مقصدم شما مادر اندرش؟ بله دخترم،
ولی میفهمی سمیر بچه خودم است، ولی از سمیر کده من نصیر جان بسیار دوست دارم. هر دوشان مثل هر دو چشمم هستن. هر کس که خانم نصیر جان شوه خوشبخترین دختر روی دنیاست. خاله جان از بچه دومیتان چیز نگفتین؟ او چی میکنه؟ سمیر جان او همیشه درس خودم میخونه. و نصیر؟ نصیر جان چه عمرش دراز است، همه که یادش کرده این زنگ آمد. بله بچه به خاطر تو آمدیم. خیریت است؟ چرا تو اعصابت خراب است؟ درست است اینم هم میایم. من برم که نصیر جان مرا کار داره. خاله جان چای کنم بخورین باز کنین. زنده باش دخترم. من برم که با سرم قار اینجا. فامیلی که زن به چه خاطر آمده بود؟ من فکر میکنم این زنی را دادنی تو نیست. چرا ازمن میشه که از خاطر تو آمده باشه؟ خدا نیت یک بچه‌ای داشته باشم. قد بلند، مویای دراز، چهره جذاب. و امیالی هم بسیار غضب باشه، چرا که بسیار خطرناک معلوم میشه. سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی مغرور به تکلف اندر بساط هستی من ساز زندگیم از من چرا میرنجی ای غم آشتیم از من چرا